خیلی قصه جذابی نخواهد بود. اصلا این قصه ها نیست، خیلی هاش اینجوری نیست. بنابراین به نظرم اشتباهی که تو بخوای قصه آدم ها رو از خودشون بشنوی. واقعی نیست. قصه ما آدم معمولی هستیم. اول دنبال قصه آدم ها نباشید. یعنی داریم بازنمایی میکنیم امر واقع رو. اتفاقا پرزنتش خوبه، ولی ما داریم ریپرزنت میکنیم. کمتر راجع به نمیدونم هامون حرف میزنیم. و اگه آدم پیدا کرد که راجع به 4 تا موضوع ازش پرسید، راجع به 2 تاش گفت آقا من نمیدونم، چیزی اینجوری، به نظرم توی آدم خوبی رو پیدا کرد. اصلا داریم راجع به زندگی حرف میزنیم، چون معماری از نظر من اون موقعی که میرفتم دانشگاه همیشه به بچه‌ها میگفتم معماری رشته تحصیلی نیست. معماری لایف استایله. اتفاقا مخاطب ما اصلا معماری نخواهد بود. فکر میکنم اینقدری که زندگی اهمیت داره ما بتونیم حال خوب تولید بکنیم، تجربه های خودمون رو با بقیه شریک بشیم، از شکستامون حرف بزنیم، اینا به نظرم خیلی میتونه باحال‌تر باشه. خب نشستیم گپ میزنیم دیگه. خیلی ساده است. یعنی تمام اینایی که یه موفقیتی کسب میکنن، شما وقتی باشون صحبت میکنی اینا میگن آره من یه زیرزمینی بود، بعد هیچ کس نبود، من تو تاریکی مثلا فلان کردم. تو اروپا و امریکا اگه باشه اینا همشون از یه پارکینگی شروع کردن. اینا از قضا خیلی هاشون واقعی نیست. خب ولی پرطرفداره. ما اصلا وقتی آدم موفق میبینیم ما دوست داریم که این از یک مسیر پر از بدبختی و بیچارگی و پر از رنج و اینا اومده باشه، بعد رسیده باشه به موفقیتی، برای که ما دوست داریم این ساختار قصه ها رو. اگه آدم بگه آقا من مثلا چه میدونم بچه یه آدم پولداری بودم یا روابط خیلی فوق العاده برای من به وجود اومد و من داشتم این روزا رو اینجوری میگذروندم، بابام اومد یهو گفت که بیا این زمینه رو بساز و هر کار دلت میخواد بکن و فلان اینا، منم رفتم. یا بابام مثلا تو کار آهن بود، منم اومدم تو کار آهن، بعد دیدم چه باحاله، حالا بریم ساختمونم بسازیم، بعد اینجوری شد. بگن خیلی قصه جذابی نخواهد بود. ولی همه وقتی راجبش حرف میزنن اینا راجبه وای ما در چه سختی هایی بودیم، چه مصیبت هایی کشیدیم، اون شبا که من تا صبح، اصلا این قصه ها نیست، خیلی هاش اینجوری نیست. خب من کلی از این آدم ها تو ذهن من هستن که حالا نمیخوام اسم بیارم، ولی پیشینه‌شون کاملا مشخصه، معلومه تو چه خانواده هایی بودن، با چه روابطی بودن. اینا نیومدن وسط مسابقات خیلی جدی بدون هیچ پشتوانه‌ای و مثلا با همه تو همتراز وایسن و بدون و ببرن. یه جاهایی هم اتفاقاتی افتاد، اوکی نمیگیمش چون قصه ما نیست. بنابراین به نظرم اشتباهی که تو بخوای قصه آدم ها رو از خودشون بشنوی. اونا قصه‌ای که با نمکتر باشه، پر طرفدارتر باشه، برنده تر باشه بهت میگن. انقدر روی این تمرکز کردن که حتی خودشون هم باورشون شده و این واقعی نیست. خب شاید کلمش اینه، این یک بازنمایی از واقعیت، ولی ما واقعیت رو بازنمایی نباید بکنیم. واقعیت رو فقط میتونیم نمایش بدیم ما، ولی وقتی که میاریمش در خاطرات خودمون، در میاد اونجا و ما خاطره سازی میکنیم. یه تیکه از اون فیلم رو آوردیم گذاشتیم خودمون قهرمانش کردیم، بعد یه تیکه از اون داستانه رو، یه تیکه از اون بیوگرافی که خوندیم، یه تیکه از اون پادکستی که گوش کردیم، همه اینا اومده کنار هم و اینا میشه قصه من، سوپر هیرو. ولی چون نیست که ما آدم معمولی هستیم، خیلی آدم معمولی هستیم، یه کمی بعضی وقتا خوششانس تر. مثلا یه موقع یه آدم ما رو دیده نباید میدیده و ما زندگیمون پیچیده، یه موقع یه آدمی دیده که باید میدیده و زندگیمون یه جهشی پیدا کرد. با یکی ازدواج کردیم که یه دفعه‌ای، یا با یکی ازدواج کردیم که یه دفعه‌ای
پس قصه اینه، اول دنبال قصه آدما نباشید، چون اون چیزایی هم که میشنویم هیچ کدومشون واقعی نیستن. وقتی میگم هیچ کدومشون واقعی نیستن، قبول کن حرف منو که اگه تو بری قصه یه آدمی رو بشنوی، به محضی که اون قصه مهم میشه ما شروع میکنیم یک بازنمایی هایی در اون امر واقع انجام میدیم و این کلماتی که دارم استفاده میکنم کلماتی است با ریشه فلسفی، یعنی داریم بازنمایی میکنیم امر واقع رو یا واقعیت رو، نه ریپرزنتش میکنیم. اتفاقا پرزنتش خوبه، وقتی پرزنتش میکنی داری نمایشش میدی، فقط ارائه میکنی، ولی ما داریم ریپرزنت میکنیم و مسئله همینجا اتفاقا شکل میگیره که تو این ریپرزنت کردن دچار جرح و تعدیل میشه، دچار خسران میشه، دچار تحقیر میشه، دچار اصلا یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه میشه. خب قدیما گفتن هر کس رفته سربازی یه قصه‌ای داره که زده تو گوشه، مثلا اون همه این قصه رو دارن، ولی شما وقتی میری تو سربازی میبینی که همه از ترس جرئت نمی‌کنن سرشونو بالا بیارن، ولی واقعیت اینه که همه این قصه ها رو یه جوری دارن. مثلا دونی برای که ما باید یه قصه‌ای بسازیم برای خودمون که حالمون خوب باشه. تو فرض کن می‌خوای برای فرزندت فردا یه قصه‌ای بگی از خودت، چی میگی؟ ولی تو دانشکده 70% آدم‌ها اینجوری بودن، حداقل در زمانی که ما بودیم. کلی از این آدم‌ها مثلا بیچاره و مستر بودن تا یه تحریر رو به نتیجه برسونن. بعد سال‌ها من رفتم دانشگاه درس میدادم، بچه‌ای که بهشون درسم میدادی همینجوری بودن. تو کلاسای مثلا 20 نفره 17 تاشون واقعا شرایطشون سخت بود، یعنی با مصیبت به یه جایی میرسیدن. خب بعد اینا میرن فرزنددار میشن، اینا میتونن به فرزنددارشون بگن ما آدمای داغونی بودیم، بیچاره بودیم، میزدیم تو سر خودمون برای که طرح به یه جایی برسه. داعی خلاقیتشون. و یه روزی مثلا یه استاد بهش گفته آفرین، میگه استاد به من گفت مثلا زاهدید کیه تو؟ خب اینا همشون الان کله‌هاشون میتراشن، مثلا چه میدونم میخوان نورمن فاستر باشن، میخوان دیگری باشن. نه استاد به من گفت مثلا تو خودت آخرشی، خب جهان تو رو درک نکرده پسر، چرا تو دیر دنیا اومدی؟ بعضی قصه است اینا و هیچ کدومش واقعی نیست، چون تو دانشکده که شما بودی همچین چیزی شنیدی شاید تو هر 5 سالی 10 سالی. خب یعنی اینقدر که تو محیط دانشکده تحقیر و سرزنش و این چیزا تهدید هست، الزاماً تشویق و مثلا اینا که نیست، که اصلا پیش نمیره کار هنری یا کار آموزشی با این قصه ها. حرف منم اینه که اینا همش قصه است و این قصه ها متاسفانه یک بازنمایی از امر واقع، ولی واقعیت این نیست. همه پدران ما هم از این قصه ها داشتن. نمیخوام هیچ اسمی بذارم روش، فقط میخوام بگم اینا داستانه و ما میتونیم مثل یه داستان بهش نگاه بکنیم و شما اتفاقا نباید پیگیری بکنید اما بیان داستاناشونو بگن. من چون بعضی موقع هستم به خودم فکر میکنم که مثلا داستان این پروژه اینجوری که من میگم نیست. وقتی با خودم صادقانه فکر میکنم، حتی قصه پروژه ها، ما قصه خودمونو، قصه پروژه هامونو، اونا رو هم جوری میسازیم که توش قهرمان باشه، توش کارای سخت باشه. یعنی شما پروژه‌ای که میره بالا و یه پروژه متفاوتیه، قصه هاشون نگاه کنید. اولین چالشی که ما با شهرداری داشتیم این بود که زبان معمارانه در این شهر اصلا اونجوری که باید درک نمیشد. زبان شهرسازانه در مجموعه شهرداری متاسفانه الکن هست. آقا اصلا همینه که هست دیگه، این شرایط همینه دیگه. بعد ما با خودمون سعی کردیم که همزمان که داریم این پروژه رو پیش میبریم آموزش هم بدیم. او چه کاریه که تو آموزش میدی؟ خب همه خودشون از یک موضع بالایی میبینن و قصه پروژه هاشون اینقدر. واقعیت چیه؟ آدم رفته اونجا تا کمر خم شده گفته آقا جون مادر دینو امضا کن من برم، کارفرما داره میزنه تو سرم، بدبخت و بیچاره میشم. خب
این واقعیت کسی میگه تا الان یه نفر اومده از اینا که پروژه هاشون میاد بالا بگن تو شهر داره مثلا گفتیم آقا خودسوزی میکنم، بعد رفتیم التماس به کردیم به اون یکی زنگ زدیم آشنا پیدا کردیم و گفتیم به خدا کار ما قانونیه که کارمون بشه. من تا الان نشیدم کسی از این حرفا بزنه. همه راجع به دلاوری های خودشون حرف میزنن، از داستان ها چیزی در نمیاد، حداقل به نظر من. خب بنابراین باید بری سراغ یه چیزایی که واقعیت باشه و این سخت گفته میشه، شاید بشه تو دل همین گفتگوها راجع پروژه های ریشه هایی ازش در آورد و شاید اتفاقا همون بخش معماریه که باید اوریان بشه یا همون بخش پروژه است که باید اوریان بشه، اونی که ما خیلی وقتا به اندازه کافی قدرت هم نداریم. هر چقدر که معمار مشهوری باشیم، معمار پر رابطه‌ای باشیم و با شهردار رفیق باشیم، با فلان، همه اینا باز هم ممکنه یه کارشناسی پروژه فوق‌العاده رو زمین بزنه فقط و فقط به خاطر مسائل شخصی یا به خاطر یه سری ضوابط من در آوردی زمین بزنه. خب من میتونم 10 ها یا 100 ها خاطره بگم از این اتفاقاتی که تو پروژه ها میفته و آدم ها یه دفعه یه حرفی میزنن، یه چیزی رو تو صورت جلسه میذارن که دیگه اون پروژه در نمیاد. هر کاری میکنی اون دیگه در نمیاد. خب اینا رنجای پروژه است، نه اینکه ما بریم اونجا گردن کلفتی بکنیم و من زروی زمان خودم باشم و نیست و نمیشه. هر پروژه که در بیاد و محقق بشه خون دلها خورده شده براش و ما راجع به خون دلامون حرف نمیزنیم. موقعی که میخوام حرف بزنیم همینه. من داشتم معماری رو به یک زبان دیگری به جامعه شهرداری و شهرسازی و فلان آورد. نمیخواد شما زبان تبیین بکنید. شما مثلا معمار مؤلف و ولش کن، تو 60% تو بساز، درست بساز، نمیخواد. خب و به نظر من انقدری که ما درگیر این موضوع ها هستیم که خودمون رو در پروژه هامون با بزرگ نمایی بکنیم، تازه نه فقط بازنمایی بکنیم، درگیری نیستیم که پروژه رو به خاطر خود پروژه درش بیاریم. یعنی این جنبه معماریه که آدم ها فقط دنبال اینن که خودشون رو ارائه بکنن یا باز تعریف بکنن یا باز ارائه بکنن و یا اینکه یعنی اصلا مخاطب پروژه اهمیتی نداره یا کارفرمای پروژه هم حتی اهمیتی نداره. از اون بر بوم هم یه عده‌ای میفتن که فقط دنبال اینن که پروژه در بیاد و مناسبات مالیش به اون شکلی که میخوان باشه. یعنی به یه مرزی از در واقع تعدیل در پروژه میرسن که انگار که فقط داریم ما اون زبان قبلی رو دوباره تکرار میکنیم و بعضی هم فکر میکنیم که پیداش کردیم. اگر رسیدیم به یک متریالی حتی که فکر کنم اینم از اون فاجعه هایی که رخ میده. بعد اتفاق بدی که میفته اینه که یه کلماتی میاد روی معماری میشینه که بهش میگن مثلا این امضای این آدم هست. خب برای چی بخواد امضا کنه پروژه شو؟ من نمیفهمم. یعنی خودش یه بحث جدی داره که آیا اصلا معماری قراره یک اثر هنری باشه که من به عنوان هنرمندش باید امضا کنم، یا خط فکری مثلا فلانی. خط فکری فلانی چیه؟ هر موقع یه جایی گیر کرد یه دایره مثلا بذاره بگه با این دایره حل میشه، که نشد خط فکری. که مثلا یه ترکیبی دارم از یه پروفیل خاصی با یه مثلا سنگ، این شد خط فکری. من نمیدونم، حداقل به نظر من که این اسمش خط فکری نیست. اینا مدل معماری مولا نصرالدینیه که
از این حس میگم مولانا نصرالدین، چون مولانا نصرالدین یه پرده سازشو گرفته بود و همینجوری داشت میزد، بهش گفتن چرا دستو تکون نمیدی؟ گفت اونا که دستشون تکون میدن دارن دنبالش میگردن، من پیدا کردم، همین نوته است، تمام شد. خب بعد یهو میبینی که یه آدما پیدا شدن اینو پیداش کردن دیگه، مثلا میگه آقا دیگه الان آجره دیگه، یه روزی مثلا باید بگی آقا تو رو خدا پروژه مثلا بهش بدیم تو مریخ، هم میگه از خاک مریخ باید بیاریم اونجا آجر بسازیم و یه آجر خشته، و قصهش هم باحاله دیگه، میدونی این خشت در فلان بشر نهادینه شده بوده و الان ما داریم میریم احتمالاً تو آینده هم همین تو ژنوم ما اصلا خشت وجود داره و آجر فلان بوده، در الان اینجوریه، ما میریم اونجا صاف میکنیم فلان، بعد آجرها رو میچینیم رو هم دیگه احتمالاً مثلا. حالا بعد یه کمی خلاقانه تر میگه اونجا چون نمیدونم گرانش ایجوریه، یه آجرها ایجوری وای نمیسن، ما مجبوریم این کارشون بکنیم، از توشون دو تا پروفیل هم رد کنیم و پروفیل رو به چی وصل کنیم، حالا نمیدونیم. ولی قصه همینقدر میتونه که خلاقانه به نظر میرسه، همینقدر میتونه مثلا ساده و احمقانه هم باشه، در واقع توسعه یک طرز فکر خیلی ساده‌ای که ممکن سوژه باحالی باشه ها، سوژه برای گفتگو باحال باشه. الان من اگه بخوام تو مریخ کار بکنم چیکار بکنم، بعد زود همه برن مثلا به فکر کنن خب فرض کنم کاری که استاد خلیلی کرده، نادر خلیلی کرده چجوریه، بعد حالا ما خب اون کار رو که نمیخوام بکنیم یه کار دیگه ای بکنیم، بعد بریم. الان هم که آجر و اینا مد در ایران مثلا همه میرن به یه همچین سمتایی که آجر مثلا کار بکنیم، یا نه این یه گروه دیگه که یه خورده فلسفه خوندن میان یه بازی باحالی میکنن، میگن این آجر هست ولی آجر نیست. چرا؟ چون آجر اگر که در یک کانتکستی باشد که اینجوری باشد و یک نفر که این کار میخواد بکنه داشته باشد و یه ابعادی داشته باشد که از نظر ذهنی من فلان و برای شما هم این رو نمیدونم تداعی بکند و فلان بکند و آجر است. حالا من اگر دو تا از این پارامترها رو تغییر بدم هنوز آجر است یا آجر نیست. بازی‌های کلامی مثلا آجر دیگه مثلا، خب حالا آجر نمیدونم ولی من میبینمش هنوز آجر. خب و این اصلا به عنوان یک بخشی که تجانس نداره با مریخ میشه راجع بهش صحبت کرد که این خاک این آجره مثلا اینجا بود، یا نه بریم از خاک خود مریخ ببریم. بعد یه آدمی میگه آقا بیاید مثلا زمین گرا باشید. یعنی چی؟ یعنی از خاک خود مریخ استفاده کنید. من اصلا راجع به کسی حرف نمیزنم، ما داریم همینجوری گپ میزنیم. میخوام بهت بگم که چقدر موضوعات باحال وجود داره که بعد یه آدم پیدا میشن راجع به همین آجر میگه من مانیفست آجر رو عوض کردم. تو چی کار کردی؟ خب از این فیلم ها میخوام ریدیفاین کنم آجر رو، نمیخواد، ولش کن، به ما چه؟ چی میخوام ریدیفاین کنم؟ یه ماش از این کلمه ها و از این بازی ها و فلان و اینا، بعد هرچی ثقیل‌تر باشه یا به نظر میاد که ما احتمالاً باسوادترین یا شو میدیم راجع به اینا. ولی قرار نیست ما بیام یه چیزای بزرگی از یه جاهایی بگیریم بعد بیام روی موضوعات که اصلا شاید به هم نمیخورن، اتصالات بیهوده‌ای بذاریم. دونی الزاما به خاطر ای که اینا به هم میچسبن معنیش این نیست که اینا برای هم ساخته شدن. یعنی الان شما به هر کسی بگی آقا میخوام این دیواره رو مثلا میگی یکم براق‌تر کاش که بود، بعد میگی رزین بزن روش.
این کف فلان رو رزین بزن. تو فکر این هستی که این نوری که مثلا داره از پشت این پنجره میاد یک کم مثلا رفلکت بشه، یا این نوری که پشت این مثلا لاله هست اثر این نور روی اون دیوار رفلکت بیشتری داشته باشه. من نمیخوام هر رزین برای چی؟ خب یه نسخه که نمیشه برای همه چیز چی به اضافه این که با گندگویی یا قلمبه‌گویی داستان معماری فقط داستانه. خب که یه سوپر هیروهایی داره که معمارا هستن، به نظر من اینجوری نیست و به خیلی وقتا آدمای دیگه هستن که اصلا یا اسمشون هم نیست یا خیلی هم کمرنگه و اثر خیلی جدی تری و توی پروژه گذاشتن، ولی ما اونا رو نمیبینیمشون یا نمیشناسیمشون مگر اینکه یه روز یه نفر میاد و میگه مثلا این مدلی که کار کردین از این چفت یا از این دیتیلی که اجرا شده کار کیه؟ حالا اگه معمار زود نگه کار خودم بوده و فلان و اینا و حالا شاید هم باشه، حتی که ممکنه یه ایده فکری داشته باشه چند تا خطم کشیده باشه، ولی یه نفر اومده اون ایده رو اجرا کرد و اون آدم مهمتری است، چون تونسته خط من رو تبدیل بکنه به یک هستی، به یک موجودیتی، به یک پدیده، به هر چیز. این تونسته این فراینده رو طی بکنه، یعنی ذهنی به عینی اینو تونسته انجامش بده که ما ممکن خیلی وقتا نتونیم انجامش بدیم. میدونی چی میگم؟ حرفم اینه که دنبال شنیدن داستان آدم ها نرو، چون اینا داستانه.